سرخط مهمترین خبرها. پزشکیان آتشبس میتواند به حمله جوابی ایران تاثیر رساند. کمک بانک آسیای رشد برای نوسازی راه دنقره گلستان و در حمله روسیه به خارکوف 14 کس زخمی شده است. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 5 نوامبر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که اگر میان اسرائیل و گروه‌های همپیمان تهران در منطقه آتش‌بس حاصل شود، این عمل می‌تواند به شدت همگونه حمله جوابی ارتش ایران تاثیر رساند. در این باره ایرنا خبرگزاری دولتی ایران اطلاع داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل روز 3 نوامبر در جریان بازدیدش از مرز لبنان از موضع‌گیری شدید خود حمایت کرده گفته است که گروه تندروی حزب الله باید با فراتر از دریای لیتانی دور و از دیگر باره مسلح شدن آن پیشگیری کرده شود. اسرائیل طی چند ماه اخیر به موضع‌های حزب الله حمله می‌کند. ایران از حزب الله حمایت می‌کند، آمریکا آن را تروریستی می‌داند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است. اکثر رهبران حزب الله در حمله‌های اسرائیل در جنوب لبنان و اطراف بیروت کشته شدند. بانک آسیای رشد برای نوسازی راه دنقره گلستان به تاجیکستان قریب 87 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی‌بازگشت جدا کرد. سازشنامه مذکور 1 نوامبر در دوشنبه امضا شده است. دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد 4 نوامبر در خبرنامه نوشت راه دنقره گلستان 49 کیلومتر بوده از 2 خط عبارت است و بعد نوسازی پهنای راه تا 4 خط وسیع می شود. به قول منبع در تاجیکستان این اولین راه خواهد بود که در آن عنصرهای مطابق شوی با تغییر اقلیم استفاده می شود. در نظر است که در کنار راه برای عبور دوچرخه سواران و شخصانی امکاناتشان محدود شرایط فراهم شود. راه دنقره گلستان سالهای 30 عصر گذشته ساخته شده، بار آخر 50 سال پیش نوسازی شده است. دنقره زادگاه رئیس جمهور امامعلی رحمان است. بانک آسیای رشد یکی از شریکان اساسی تاجیکستان در بخش مالی است. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد میگوید که این نهاد مالی بعد سال 1998 برای تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار جدا کرده است که 2.2 میلیارد آن مبلغ بی‌بازگشت بود. از تأسیس تئاتر اولین در تاجیکستان 7 نوامبر 95 سال سپری می شود. خبرنگاران رادیوی آزادی از راهگذران پرسیدند که بهترین نمایشنامه تئاتری که دیده‌اید کدام است؟ چرا همین نمایشنامه در یادتان مانده است و به نظر شما کدام هنرپیشه‌ها بهترین هنرمندان تئاتر تاجیک هستند؟ پاسخ ساکنان را همراه می‌بینیم. تئاتر ما کمی دیهود زندگی می‌کنیم. راستش نرفتگیم. نوعی وعده. نمایش‌ها بسیارتر است. من بیشتر در تئاتری من همون جوانان به نام محمود جان در اونجا بودیم، من لاهوتی بودیم چندین مراتب و بیشتر نمایش‌ها را تماشا کردیم، مخصوصا نمایش‌هایی که اوید و من در روز جشن مادران داده بودم و جشن مادران داده بودم. پیر شدیم فراموش کردیم. ژیزل، بالت، تئاتر چیت مایاковسکی بوده، ویشنیوی ساد چخوف موندی بوده. آخرون نمایشنامه کدوم بود؟ یادم نمیاد خیلی چنه. وقتی تئاتر اودینو شما دیدم، تئاتری که چندین سال ما در روز تماشا میکردیم ای کودکیمون، بعد کارش کمبر همون جزه کی بود حیدر قاسم. همونو که همون برام در مکتب بعد برام به پول بردن تئاتر. همونو رو من همون تئاتر دیدم که خرابی شد. همون را دلم پاره شد. فکرم چی بود؟ لیلی و مجنون تا عشق لیلی دیوانه میشه، چه با سارا با دشت پشته میزنه و مردم اوای مجنون نامیمونن. مجنون معنای دیوانه را داره. برای اوای همین صحنه‌اش بسیار جذابانه بود. در خاطر ما نمایشنامه اصلا بهترینه که شاهلیر ادیت برو وقتی که هاشم گداف آفریده بود من همون رو بسیار دیدم، بسیار دوستش دارم. تا حالا فکر میکنم که بار دیگر نمایش دیم با واسطه تلویزیون، چون که شاهلیر رو هاشم گداف به درجه عالیش آفریده است، نه بلکه در تاجیکستان بلکه در دولت‌های مشترک منافع شهرت نفوذ خودش رو زیاد داره، به نهایت زیاد. تا تو روزها هاشم گداف رو همچون هنرپیشه خلقی خودشان حساب میکنن. به همین خاطر و هاشم گداف به نهایت رول ادیب رو به درجه ارچ اعلاش آفریده است. سایرامی سویوا، مایرامی سویوا انا بهترین هنرمندانی ما و از جوانی در یاد دارم ایشانی رسوم در تئاتر پوشکین در خوجند
گرمه داخلی خب اصلی برهانو اینا که حاکم گدای زنده حاضر نه من آدم بهترین. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. میان تاجیکستان و کویت 9 سند نوی همکاری به امضا رسیده است. امضای این سندها در دایره سفر رسمی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت در روز 3 نوامبر صورت گرفته است. با اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان پس از انجام ملاقات و مذاکرات میان جانبها 9 سند همکاری در بخش‌های گوناگون از قبیل تنظیم قوای کاری در بخش خصوصی، همکاری در بخش تجارت و صنعت، ورزش و سیاحی و همچنین سازشنامه اوید به همکاری میان آژانسی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور و آژانسی اطلاعاتی دولت کویت کنا به امضا رسیده است. جزئیات بیشتری سندهای همکاری گفته نشده است. همکاری‌های دیپلماتی میان تاجیکستان و کویت سال 1995 به راه مانده شده است. در نتیجه حمله نیروهای روسیه به ولایت خارکوف اوکراین 14 کس زخمی شده است. 4 نفر آنها کارمندان پلیس بودند. خدمات حالتهای فوق‌العاده اوکراین خبر داده است که ارتش روسیه شب 3 و 4 نوامبر یکباره به چند ناحیه ولایت خارکوف حمله هوایی انجام داد. به قول منبع یک بمب به ناحیه شفچنکو افتاده، بینای مسکونی، چند نقلیات، مرکز سودا و انشاءات دیگر را خراب کرده است. دادستان ولایت خارکوف نوار مرکز سودا را نشر کرده است که در حمله نیروهای روسیه خراب شده است. ارتش روسیه همچنین به ناحیه خلودنگورسکی ولایت خارکوف ضربه زده است. طبق معلومات پیشکی در اینجا کسی آسیب ندیده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 5 نوامبر فرا میگیرد. در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینотеатри به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوام بیش از 15 ساله تالاری مهمی سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینотеатр در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کلی تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونر معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشمی سر شنیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی و رشد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید ارزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ شناس تاجیک اکادمیک احرار مختارов تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهمی زیادی گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه های قدیمه حدود ولایت سوخت از جمله استرافشان و حجت های قلعه مخ، زندگی نامه بابا جان غفورов برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهمی زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.